سلام خدمت همه عزیزان. از ما پرسیده بودین که کدوم فلش بک بهتره، ما بین شلنگی یا رو سرپیکی؟ با من باش تا براتون توضیح بدم. ببینید عزیزان، این دو فلش بک جفتش یکیه، عملکردش یکیه، فقط ما بین شلنگی با فرقش با روی سرپیکی در اینه که اگر یک موقع شما سرپیک های دیگه ای داشته باشین که مهره های سایزاشون مختلف باشه، امکان داره که به هم نخوره. سر همین اگر تعداد سرپیکاتون زیاد باشه و مهره هاش سایزاشون متفاوت باشه، از مابین شلنگی استفاده میکنن. مابین شلنگی هم باید قسمتی از شلنگ بریده بشه، عین واسطه شلنگ انجام میشه که یه قسمتی از شلنگ بریده میشه و وسط شلنگ قرار میگیره که شلنگ دو طرف این قرار میگیره. ولی روی سرپیک اسمش روشه، روی سرپیکتون بسته میشه، قسمتی که شلنگ خور سرپیکتون رو باز میکنین، این دوتا بسته میشه. خیلی چیز ساده ایه، ولی خب در قبال این که شما بخواید ایمنی کارتون رو ببرین بالا، واقعا این واجبه روی سرپیک. حالا یا باید روی سرپیکی ببندین یا ما بین شلنگ. ان شاء الله تونسته باشم که به سوالات شما پاسخ داده باشم. یا علی.